دوستان عزیز، ساخت درب چوبی شیشه خور به صورت تخصصی در دپوی درب عباسی. زوار چوب روز دو طرف انجام شده روی 8 میل MDF به صورت خامه و شیشه سنبلاس شده. این کار رنگ پلیورتان میخوره، به صورت خام هست. رنگ پلیورتان نسبت به رنگ‌های مشابه نظیر نیم پلی‌استر و روغن جلا از نظر فیزیکی مقاوم تره و آب‌گریز داره، به دلیل اینکه از رزین‌های پلیمری پای روغن استفاده شده جذب آب نداره. خدمت مشتری